بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. یک مسئله رو بسیار پرسان کردند که آیا کسی که قربانی میکند بعد در آمدن دهه از ناخن و موی های خود چیزی نگیرد؟ این مسئله تا کدام درجه حق است و آیدی همین مسئله روشنی می اندازید گفتم. بله، در این باره حدیثی صحیح مسلم است از مادر مومن ها ام سلمه میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند که اذا دخل العشر و اراد احدكم ان يضحي فلا یاخذ من شعره ولا من اظفاره شیئا. اگر دهه درآید و دهه ذوالحجه کسی از شما قربانی کردنی باشد از ناخنهایش و از مویش نگیرد. گفتن نگیرد یعنی نهی، اصلا النهی للتحریم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از اجرای یک عمل منع کردن، نهی کردن، نکن گفتن، این دلالت به حرام بودنش میکند. لیکن کدام وقت دلالت به مکروه بودن میکند؟ و هذا الحكم هو للمضحي وحده. اما مسئله دیگر این که همین حکم فقط متعلق به شخص قربانی کننده. مثلا سردار عائله اگر قربانی کردنی باشد، نگرفتن ناخن و موی فقط متعلق به او هست، به همسرش، به فرزنداش، به زیر دستانش دخل ندارد. این چونین یک کس وکیل کرد، مثلا به تاجیکستان زنگ زدید گفتید که از نام من روزی عید یک گوسفند قربانی میکنی، این پولش قربانی که کردی به فلان جاها تقسیم میکنی. یا آدم وکیل کردید، او وکیل دخل نداره، یعنی او وکیل باید از ناخن و از مویش احتیاط کند؟ نه، این فقط برای شما دخل دارد، شما صاحب قربانی هستید. این چونین گفتن که ولا فرق بین الرجل والمرأة في هذا الحكم فلو ارادت امرأة ان تضحي عن نفسها. این چونین زنی که خودش علاهیده میخواد قربانی کند، او زنم از شوهرش علاهیده یا شوهر ندارد، مثلا یا زنک میخواد قربانی کند، اون زن که صاحب قربانی است، بله او هم از گرفتن ناخن و مویهایش خودداری میکند. لیکن این مسئله تا کدام اندازه یعنی واقعا حرام است یا مکروه است، در این مسئله علما اختلاف کردند و اختلافشون هم مشهور است. سه قول است. فمذهب ابي حنیفه ان الاخذ من الشعر والاظفار اذا دخل العشر لمن اراد التضحيه مباح غیر حرام ولا مکروه. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گرفتن ناخنها و مویها بعدی در آمدن دهه به شخصی که قربانی میکند نه حرام است نه مکروه، مباح است، یعنی مثل پیشینه. و مذهب شافعی و یا روایت از مالک هم است مکروه گفتند و حرام نیه. مذهب مالک و شافعی مکروه گفتند. و مذهب احمد و اسحاق ابن راهویه استاد امام بخاری گفتند که انه حرام یأثم فاعله، این کار حرام است، اجرا کنندش گناهکار میشد. گفتند دلیل همه اینها همین حدیث است، ولی همه از حدیث هر خیل برداشت کردند. نهی پیامبر صلی الله علیه و سلم را مکروه فهمیدن بعضی ها و بعضی ها حرام فهمیدن و امام ابو حنیفه گفتند که این مباح است. والله تعالی اعلم.